امام صادق علیه السلام فرمودن کسی که هر شب جمعه 5 دقیقه وقت میبره، 5 دقیقه، ما معذرت میخوام حاضریم بریم در صف رمال و ساحر و جادوگر و حقه‌باز و دعانویس الکی دروغکی و دکتر و دارو و درمان و هزارها ساعت بیستیم، پول بدیم، جراحی بکنیم، آیا اثر بکنه یا نکنه؟ اما بگیم بابا قرآن اثر داره، شفاء للناس، بگیم دعا اثر داره، بگیم اهل بیت اثر دارن، بگیم اهل بیت معجزه میکنن. امام صادق فرمود کسی هر شب جمعه سوره واقعه رو بخونه، که من مقیدم به بچه‌ها و فامیل و بستگان هیچ سفارش میکنم خوندید بخونید یادتون نره. 1 احبه الله، میشه محبوب خدا. و حدیث داریم پیغمبرمون فرمود کسی محبوب خدا بشه لم یعذبه، خدا او رو عذاب نمیکنه، رستگاره، حتی گناه بهش اثر نمیکنه، موفق به پاکی و توبه میشه. 2 یه کاری میکنه حببه الی الناس، همه دوستش بدارن، محبوب دلها بشه. 3 خدا آفتها و آسیبها و فقر و فلاکت رو از وجودش دور میکنه. فقر، فلاکت، آفت، آسیب، درد و بلا رو ازش دور میکنه. و 4 هم خیلی مهمه، و کان من رفقاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، همنشین مولا امیر المؤمنین در بهشت برین خواهد بود که آرزوی همه است، ابدیت. بعد فرمود این سوره مخصوص امیر المؤمنین علی علیه السلام، لا یشارک فیها احد، در این سوره هیچ کس با حضرت علی شریک نیست.